السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مسلمان، مراجعت من ویدیوی ما برای انسان‌های حرامخور است، انسان‌هایی که در سایت‌های خود کنکورس می‌گذارند به اصطلاح امروزه، یا اینکه در سایت‌های خود قمار را رسپرسند کرده ایستادند. گوش اندازید. نمی ترسید از آن آتشی که برای کافران مهیا شده است، هیزم آن مردمان و سنگ ها می باشند. نمی ترسید چگونه شما آیه های قرآن عظیم الشان را انکار میکنید در حالی که مرده بودید. الله شما را آفرید، باز میمیراند، بازگرداننده میشوید بر پیش الله. نمی ترسید الله حق سبحانه و تعالی قمار و این کارهای عملی که شما میکنید عمل شیاطین است. شما یکی از پیروان شیاطین هستین که در سایت‌های خود کنکورس میگذارین و انسان‌هایی که شما از اینها خریداری میکنید، والله قسم در نزد الله خواهید جواب. پول را در کجا صرف کردید و از کجا درآمد شما بود؟ در نزد الله شما هم جوابگر هستید. برادرانی که شما کنکورس میگذارید، الله حق سبحانه و تعالی من کردگی چیز را شما چیکار میکنید؟ دست میزنید. اسلام چیست؟ سر فرود آوردن به فرمانهای الله حق سبحانه و تعالی است. هر اون چیزی که نهی من کرده است از او دوری جستن است. چرا شما امروز به زبان مسلمان میگویید اما عمل شیطان را کرده ایستاده اید؟ از الله نمیترسین؟ بلاگرایی که در سایت های خود کنکورس میگذارند یا این کنکورس را رکلام میکنند، اینا همشان پیروان شیطان هستند. اگر اینها خود را مؤمن میگیرند، مؤمن نیستند. اینا به زبان مسلمان هستند، الحمدلله میگویند ما مسلمان هستیم، اما خود تبهکارانند و نمیدانند. از الله بترسین. کنکورس حرام است. صراحتاً آیه قرآن عظیم الشان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.